طرف میخواد از یکی تعریف بکنه، مثلا به چشم شیرین شده، بزنم به تخته. تخته اگر نبینه به موبایلش میزنه، اگر نه به در و دیوار. حتما باید به یک جایی بزنه. تخته اگر نبینه به موبایلش میزنه، اگر نه به در و دیوار. حتما باید به یک جایی بزنه. این تخته یعنی از کجا اومدین؟ بزنم به تخته که این نشه شلخته؟ حتما باید از یک جای تخته پیدا بکنه بکوبه که این چشم نشه. قرآن چیزی دیگه ای میگه ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. هر موقع در باغ زندگی خودت وارد شدی، در باغ زندگی که وارد شدی، فرزند تو باغ توست، موفقیت شوهر تو باغ توست. جنت فقط باغ خاص نیست. هر موفقیتی رو دیدید بگو ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا قوة الا بالله. تمام. ما شاء الله لا قوة الا بالله. نیاز نیست حتما به تخته بکوبی، تخته نشد به ستون بکوبی، حتما بلند بشی. بعضی میرن از تو انباری تخته میارن، تنبلیشون میشه بگه ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولی تو هوای سرد حتما میرن تو سوراخ سنبا یه تخته هر جور شده جمع جور کنن بیان.